یکی از خوشمزه‌ترین، خوشگل‌ترین و خوش‌باف‌ترین نون‌ها سیمیته. پس آرکاداش لاور بیایید بریم که با هم سیمی درست کنیم. اول مواد خشک رو با هم مخلوط می‌کنیم، یه دونه تخم مرغ می‌شکنیم توش که آرد حتما باید علف شده باشه. طبق معمول اندازه دقیق مواد تو کپشن هست، پس حتما با دقت بخونید. حالا آبی که داشتیم رو کم کم اضافه می‌کنیم تا خمیرمون یه گلوله بشه. فرقی نمی‌کنه با دست خمیر می‌گیرید یا دستار. بعد از اون روغنی که توی کپشن هست رو بهش اضافه می‌کنیم تا و ورزش بدیم تا به این بافت برسه و تست پنجره روش انجام میدیم، عالی باشه. حالا خمیری که داشتیم رو یه چونه می‌گیریم، سطحش صاف و صیقلی باید باشه و بعد یه نایلون چرب شده می‌کشیم روش، می‌ذاریم 1 رو 20 دقیقه استراحت کنه. تو این فاصله کنجدمون رو تفت می‌دیم تا طلایی و برشته و خوش عطر رو بشه. بعد می‌ذاریم کنار تا خنک بشه. حالا شربتمون هم آماده می‌کنیم. شیره انگور و آب. می‌تونید از شیره خرما یا شیره توت هم استفاده کنید، ولی انگور بهتره. خمیر رو روشو برمی‌داریم و به چونه‌های 100 گرمی حدود یه نارنگی متوسط تقسیمش می‌کنیم. بعد هر کدومو چونه می‌گیریم به این شکلی که توی تصویر می‌بینید، یا هر مدل دیگه‌ای که خودتون بلدید می‌تونید چونه بگیرید. می‌ذاریم استراحت کنه و حتما روشو نایلون چرب شده بکشید که خشک نشه. بعد مثل خمیر بازی رول می‌کنیم و به صورت یه لوله در میاریم. به این شکلی که توی فیلم می‌بینید می‌پیچیم. این بچه‌ها راحت ترین و بهترین مدل بافت نون سیمیته. میتونید 2 تا لوله هم اندازه هم درست کنید، اونا رو به هم دیگه تاب بدید و مثل بافت مو بپیچید، ولی اون قسمتی که میخواید به هم وصل کنید یکم قشنگ نمیشه، ولی این همه جاش به یک اندازه ضخامت داره و به نظر من قشنگ ترینش همینه. حالا میندازیم توی شربت 2 طرف نونمونو و بعد توی کنجد تفت داده شده. میتونید فقط یه طرفش رو کنجد بزنید که حالا اقتصادی تر باشه، یا 2 طرفش هم کنجد بزنید. بعد میذاریم 45 دقیقه استراحت میکنه تا حجمش 2 برابر بشه. روش هم حتما نایلون میکشیم. اینم مدل دومشه که من اسمش رو گذاشتم سیمیت با درازی قزوین. خیلی راحت تر درست میشه. حالا اون دنگ و فنگار نداره. توی یه سینی هم مقدار بیشتری نون میتونید بچینید و بعد میره و میپزه با دمای 180 الی 200 درجه، بستگی به فرتون داره، به مدت حدودی 20 دقیقه. و یه چنین بافت و چنین نون خوبی رو تحویل میگیرید. به نظرم حتما باید امتحانش کنید، فوق العاده است.